درود رفقا، چطورین؟ من حامدم و اینجا قراره چی داشته باشیم؟ از اونجایی که توی کست باکس یه پادکست دارم به اسم حرفای پوچ معمولی، تصمیم گرفتم توی یوتیوبم شروع کنم به گذاشتن یک سری ولاگ هایی به اسم زندگی پوچ معمولی و ترجیحم اینه که همشون به صورت سریالی و قسمت قسمت کنار هم باشه، مثلا قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم و الی آخر. نمیدونم به کدوم سمت میره، نمیدونم ادامه پیدا میکنه، آیندهش چی میشه، هیچ ایده‌ای ندارم براش. صرفا فیلم گرفتم، تدوین کردم که حداقل برای خودم یادگاری بمونه، چون که دوست دارم بیشتر قدر همین لحظه‌های معمولی رو بدونم. قسمت اول این ویدیو قرار اسمش باشه بازگشت دریانورد، به این دلیل که ما یه دوستی داریم که روی کشتی داره کار میکنه و میره هر چند ماه یه بار برمیگرده و الان اولین باری بود که، یعنی مدتی که گذشت، اولین چند ماهی بود که روی کشتی بود و نبود. الان برگشت تهران و امشب قراره برگرده، بچه ها ببیننش، قراره سورپرایز بشن حسابی. من به هیچ کس چیزی نگفتم هنوز که برگشته. در نتیجه این شد که قسمت اول این مجموعه زندگی پوچ معمولی شد بازگشت دریانورد. امیدوارم سورپرایزم موفقیت آمیز باشه و جواب بده. بریم ببینیم به کجا میرسیم. و الان من میرم حاضرشم تا کم کم بزنم بیرون، برم سمت بچه ها و را بیفتم. فعلا. این کافه‌ایه که هر شب با بچه‌ها جمع میشیم دور هم و گفتم از فرصت استفاده کنم و تبلیغ کنم کافه رو. لوکیشن دقیقاً روبروی پارک لاله است. الان از چی داری فیلم میگیری؟ آقا با اسنپ موتور اومده، موتور یارو ADV بود، مشی با موتور 700 میلیونی میری اسنپ. بعد با شلوارا کم بود. ببین این اومده بود امشب دخل بزنه، پنجشنبه است دیگه، 2 سال بعد بره جلو سایدینیا. قطعا بهترین موقع اومدی. آقا جمع شی دقیقه. یا اول دقیقه جمع شی. وایسا من قرار صورتم دودی بشه. بچه ها اصلا که دبیرستانیان تازه آره احتمال بذاری طرف ما بزنم. احتمال خیلی زیاد تصویرتون قراره در اولین ویدیویی که در یوتیوب منتشر میکنم پخش بشه. قرار نکن به خدا داشت. من تصویرم رفت تو ویدیو یوتیوب یه کانال بنده خدایی یارو و یوتیوب لفت داد. نکن. ببین تو بیا تو یوتیوب من سینا، بیا تو آبا. من قول میدم یک خطه میزنه. من قول میدم میلیونی ویو بگیره. چه میلیونی تو ویو بخوری به چه؟ سورپرایزی که بهت گفته بودم این بود. عالی. از این میلیونیت ویوی میلیونیت خرید چی به ما برسه؟ مانیتایز یوتیوب و داستان. بابا این همه تو پادکست گفتید ویدیو ضبط کنیم، پادکستمون حتما پوچ معمولی بود. خب پادکست 200 تا ویو میخوره، این اگه قراره ویو میلیونی بخوره من تو مانیتایزش معرفی کنید، پخش کنید، ویو میلیونی بخوره. من نمیدونم. من میسپارمش به شما. من کیسه فریزر باز کسی میخرم روش سود میگیرم. شما 1 تومن منو بده، بعد بده. بچه یوتیوب در جریانی که یه سری چیزا رو نباید بگیم، یه سری فوشا نباید بدیم. آفرین. فارسی مجازه. علی میگه اسماک میاد تو استریمش برمیگرده. راست میگه فارسی کی ولی خب من الان فهمیدم آقا رفته یکی رو وسط خیابون خف کرده، گفته داشت تو موتورت خفنه بیا ولاگ بگیریم، تو ولاگ موتور خفن بیاد. والا اسنپ اومد دنبالم، سوار شدم.
اطلاعی ندارم. حالا ما هر جا رفتیم ویدیو یوتیوب دیدیم با مثلا کنون و سونی و اینا بوده. این چه ویدیویی که با آیفون داره فیلم برداری میشه؟ آقا چرا لو میدی؟ من این نمیخواد چشم بزنه. ببینم نه آیفون 6 چیز خاصی نیست. خب 5S نیست. عالی بود عالی بود. آقا کیفیت رو ببینن لو میره رو مود میره. حالا اکسپورت میگیره میبینیم نزده رو 4K داشته فولشی 30 فریم میگیره. چه حسی داری که قراره برای اولین ویدیو یوتیوب توش قرار گرفتی و داره زخمی شد؟ اولش نیست تو خیلی ویدیو قبلی بودم آجی خیلی بد دیستاد بهت اصلا هیچ اهمیت ویدیو تو الان نداره اصلا هیچ ریاکشنی نشون نداد. برو از تو فیلم نمیگیرم. چیه ببین توضیح ندادی نگفتی که آره ارسلان اما پادکستمون حرفای پوچ معمولیه. یوتیوب قرار بشه زندگی پوچ معمولی. ویدیو زندگی من ذهنم یه جا دیگه است آرس رفتم شیرونی بچه‌ها آره حامد سه تا چیزا کسی که تو ویدیو هم نشکل کشیدم فقط کارگردان وسط نخال است. شیطانی میگه نقشمو دوک شد حداقل این بگیر مثلا چیز فالوور بگیرید چیه بچه آرسین برام اینو آورده از اون ور بگیر ببینن چیه فوقش چیه؟ آب USB تایپ C حامد زودتر لوک شد نمیخوام تپ بشته یعنی چطوری بالا من هست میزنم زنگ میزنم چه پسری آه سورپرایز بیرا آی چه خوشحالی خوبی. سرویس کردی تو بیا. آقا ولش کن آقا ولش کن آقا بذار یه بغل تو بده من کار بیا تو قابم دست به من نزن بیا تو قابم خب بدون خداحافظی پا شد رفت بچه‌ها خدافظ هر روز اول که رفت من به بچه‌ها گفتم این بیاد من دهنش سرویس کنم کنم یا نکنم. آقا کاری نداره امشب یه مهمون میکنه درست میشه. قرار بود چی بگیرم اتفاقا خیلی شلوغ بود اگه می‌خواستم برم بگیرم نون اینقدری تو کار یکم بد گفت. بفهم. آره خلاصه که من قرار بود دهن ایشون رو سرویس کنم ولی دلم برای تنگ شد. سورپرایز با موفقیت انجام شد. تمومه منو چی؟ ها؟ جدید داشتم خب بله آره من واسه شما هم راست شد بچه‌ها گرفته بودم ولی رفتم و اینا با من جنوب اومدن اینا با من عسلویه اومدن آبادان اومدن خرمشهر اومدن ماشهر چقدر ارزش داره یعنی اینا بچه من گریه میکنم تو بیهایند سنس این چون داستان میدونستم تو از این مدل دوست داری و میدونستم ارسلان من اینجا میزنم دومیشم بزنم بعد یه چیزای دیگه هم هست خوبه دومی رو اصلا کاری میکنه عددش عصبی نباشه همین هر چی میخواستم بکشم بذاریم شست الان درستش میکنم اصلا یه حالت اشغولانه بده من داره 5 درست میکنه برای 5 یعنی چی؟ So this is love وایسا باشه حالا پشماتو جالبیش چیه؟ من گفتم که مال شماها رو به دست حامد میدم قبول یا بری دست حامد یا بری دست من آره یه دست حامد تو دست پادکست حامد هم بهتون بده و اونم رفت و منم رفتم و بعد بچه‌ها گفتن نه اونجوری بده از این که من رفتم اینا تو کیف من بود ببین من رفتم کشی کیفمو باز کردم گفتم اینا اینجا چیکار میکنه من چرا سوغاتی میگم کادوهای بچه‌ها رو با خودم آوردم بار سنگین خیلی خوبی کردی بردیشون
واقعا دنیا رو این همه جا رو گشته. گشت خیلی خفن الان دارش بار معنویش 10 برابر اونی که دست حامده. آره خشکی خدا رفته، وکیلی. رو ساحل رفته. ولی خب حالا دیگه هر کدوم یه دونه داریم. آقا این الان شده نماد اکیپ به نظر. بندازی مال این همه خودمو رو بندازم. بندازی. مال من دستام ارسلان، پره. کجا بندازم؟ مال حامد. وایسا من انشالله چرخ ماشین میندازم بود. نه واسه شما هم میگیریم. مال من خیلی قدیمیه، همونطور که میبینین دیگه سالهاست بهش زنگ زدگیاش نمیدونم معلومه یا نه. کم و بیش. بعد اینم که نشون دادم صافه بچه‌ها. جایش از بس خشک شده. نه واقعا من هایلوکسم که پشت فضای معنوی داشته باشه. الان یه چیز دیگه آوردی که فضا معنوی داشته باشه. و این بچه کامل نیست. چرا شبیه کمد آقای ووپیه کیفش دست میکنه در میاد همه چی از توش در میاد. واقعا هم چیز جذابیه. و بچه این باید اگه خودتون سایزش رو دوست داشته باشین در بیاین و اینا. من چون در نیاوردم میگم روز آخر بود فقط گذاشتم اینطوری کم بریدم گفتم بقیه‌اش خود بچه‌ها انجام بدن. شاید یه ساعت آخر قبل از اینکه کشی بیام اینا بوده واسه همه اعضا درست کردم. البته ناگفته نموند این کاتاو من بد زدم وگرنه اینا بهتر از این می بود. بچه‌هایی که نمیدونن ما داخل کست باکس یه پادکست صوتی داریم که داخل کست باکس آپلود میشه و اسمش حرفای پوچ معمولیه که ما دور هم دیگه جمع میشیم و اونجا صحبت میکنیم. اینا کاورای اون چند تاییه که تا حالا رکورد کردیم که آرتین اینا رو برامون اینجوری کرده. حتما پادکست همون رو گوش کنیم بچه‌ها، خیلی باحاله. من دارم رد میدم، دارم روانی میشم. این پسر فرشته، این پسر واقعا بود، همین الان خواستگاری میکردم. به خدا آرتی جا یه دونه طلبت واقعا خیلی حرکت خفن، خیلی خفنه. حرکت‌های مختلف نحوه افزایش محبوبیت شخصی در جمع. ببین چیکار کرد. عصبانیت من صرف شد ازش. به خدا صرف الان. من منفی ام اصلا. من که بازش دارم میخواد گازش بگیرم از چقدر این چه من رو میزنم. این میاد رو میزم. میاد رو میز من یادگاری فقط میگم اینا شو من دیگه وسط فقط کات کردم. اینجا شاید میخواد کوچیک بشه اندازه بشه. من ماژیک داری؟ آره ماژیک داری؟ میشه ماژیک بیاری؟ حالا میارم. برو دیگه نرید داخلش. اوکی. این امضای بندستی داره. تو زندگی کسی اینجوری ازت امضا گرفته بود؟ امضای من انقدر گنده است امیدوارم جاش اینجا باجی با نوک تیز ماژیک بزن باریک‌تر بنویس. زیبا. حامد با دلم وای. نوبت خودت بده میگیرم. آقا نه من عادت بچه‌ها یادتونه من یه آهنگ توی ذهن حامد مینداختم هر روز. یادت حامد هر روز؟ بله. امروز میدونی میخوام چیکارت کنم؟ چرا سایکو توی دایره میبرم دایره. نه. حامد چینی نوشته کنم. آره رمز میذارم. سینا میام. میشه جمله بنویسم؟ بله. امضا کنی جمله هم بنویس. حالش اوکیه. ببین من میخوام آخرین نفر فکر کنم جمله اوکی، میخوام نسبت به هر کسی به کاراکترش بنویسم. استار وارز بعد ببینم پیام بدی. خب آقا ما از ما بچه‌ها پشت اینو امضا کردم برام. خب حالا از اینجا به بعد ویدیو داستان چه شکلی میشه اینه که حامد جان درخواست قهوه کردن. ما گفتیم خب در فرآیندش یه ویدیو بگیریم، چرا که نه، بریم که ببینیم چه کجا میرسیم.
با من اینجا دستم کشیدم و ترمالی رو جمع کردم فلان بیسار بریم که اینو بدیم به صاحبش. بفرمایید. خیلی ممنون. خواهش. کن تا استارابه بش. من داشتم از دیگه می‌بردم. برات آب آوردم. این مال من بود؟ پس برای کی بود؟ نه آقا بگو من با دهم بخورمش، داشتم با بالا می‌خوردم. وایسا چیه؟ داداش قهوه باشه. بخونم این چند ماهی که رو کشی بودی آب نخوردیم. انشالله بطری بعدی آبجو باشه. آبجو اتفاقا. چی میگفتی خب؟ ببین این کشتیه. وقتی کشتی میخواد بچسبه به اسکله دو تا قایق کوچیک‌تر میاد اینجا عقب و جلوش هلش میدن. بعضی اوقات هم میکشن. چه موقع جدا شدن چه چسبیدن به اسکله. ما داشتیم میچسبیدیم، کشتی برای اینطوری دور میزد توی کانال. این از این پشت داشت هل میداد، این از اینجا داشت با تناب میکشید. ببین ثانیه‌ای که من رفتم از این فیلم بگیرم که داره میکشه دیدم گفتم خدایا این یکم زیادی داره میکشه، این تنابش خیلی داره کش میاد. تنابی که میگم اینقدر زخامتشه. آقا این داشت میگرفت، من 3 ثانیه نشده فیلمو زدم تناب پاره شد. این تنابه کشتی مثلا پیش اومده بدن آدم رو اصلا قطع میکنه. خیلی ها بوده که پاشون کلا قطع شد، سرشون قطع شده و من فیلمشو گرفتم. ببین تنابه صداش وقتی پاره شد تو فیلم اونقدر بلند نیفتاده ولی انقدر بلنده صدای اسلحه بود انگار. دارم کاش که حامد گیر میکرد. یه دقیقه از آن بگیر. بذار فیلمه رو بیارم. حامد بوسش کن. حامد بغلش کن. ببوسش کن. دفعه بعدی یه دونه بلیط بگیریم. براش میگیرم به اصلا. مردیا پیام بده شاید ظرفیت اضافه داشته. فردا قراره با بچه‌ها یه کنسرتی داریم و این بند کنسرتی که من به اینا معرفی کردم. آره برای من فرستاده و اصلا نمیدونستم طرفدار اون بند و اون قراره این تو یوتیوب باشه. بله. میشه من یه چیزی بگم ولی نذاری توش؟ بله. ببین اون حرکتی که من به فنا رفتگان خوش اومدید. اولین برای تصادف اولین باشه. تصادفتون تبریک می‌گم. ببین من به عنوان کوچکترین جمع که با دوچرخه رفتم توی پراید میتونم بگم که من ببین این قطعا با موتور من هفته اولی که موتور رو خریدم با دوچرخه رفتم توی پرایده. بعد آقا اینا پرایده تو هیچ یوتیوب نشد. باشن اوکیه؟ بوم بزن. و همشون رو باید بوم بزنن. دهنتون سرویس. و سرویس میشه تو تدوین. من شرمنده اولین فیس رو با این وضعیت قراره. نه بابا چهره قرمز عصبانی خشمگین. ساشا به ما پیوست با یه حالت وحشتناکی پیوست میلنگید و خسته و اینا. بعد از جنگ برگشته بود ساشا. بعد دیدم توکیو ریونجرز دیده باشید یا نه. دماغ من توکیو ریونجرز نیست بگیر اون. بعد خلاصه که من واقعا متاسفم از اینکه اولین ویدیویی که تو یوتیوب قرار منتشر بشه یه خاطره خوب از اول تصادف خورده رامانترین ویدیوی تاریخ یوتیوب فارسیه. تازه ببرد که اومدم برای آیس کارامل یخ بریزم خب. دیوانه چپه شد دوره از اول. شما حرفی نداری. چرا من به خدا من چیکاره بیدم. جانم با تصادفات تعریف کنی آقا. نش بدم تصادفات من انشالله تو پادکست. بچه‌ها من و ارسلان و آرتین قراره بریم شام بزنیم بربدن. دوستتون رو منم قراره بشناسیم. جمع رو ترک کنم. ایشون هم قراره میبینم تو رو. خداحافظ. خداحافظ. دمت گرم بابت همراهی و خیلی خوب بود ویدیویی که با قهوه گرفته بودی. 140. آها الان میام. پول بده ببینم پول بده. ساشا برنم خداحافظ. چقدر با تو هم که خداحافظ کردم. سینا جان با تو یه حرف آخری نداری به عنوان داداش بس فقط دوستان از
عزیزان از الان اعلام میکنم تو این ویدیو هم بمونه منتظر یه کانتنت سولوی جداگونه، سولو هم که نه، یه کانتنت دو نفره جداگونه باشید. هر چی باشه من پایتونم اگر همراهی شما کنید. تو جو مهمونای اون کانتنت هست. حله عزیزم. بچه ها وقت هستیم گوشی حامد رو بزنیم موقع فیلم برداری و بلازاست به من بگیم من حواسه پرد دوستاتون رو با هم آشنا نکنید بچه ها. یه سری حرفا هست واسه پادکست بوده نمیدونم بلاگ باشه من وقتا حرف بدم ولی کشیه دارم حالا هوایی که الان اینجا دارم من رو میخوام بگیم الان بگم من خوندم اصلا یه هفته که من این هفته بالاخره پس از مدت و انتظار غذامون حاضر شد. بزنیم. واقعا کاش میگفتی گرفت. آقا اینو بخوریم و بعدش کوش کنیم سمت خانه. در حال مسیر بازگشت به خانه هستیم. طبق معمول ایشون داره ما رو ببره و ایشون هم این پشته. اینجا خونه منه، همینطور که مشاهده میکنید. این میز کارمه. آخش عجب روز شلوغی بود. شب بخیر. He says I'm not what I used to be. You know my legs are thin and my eyes can't see. I once had wings and they all looked at me, but now I'm just a lonely creature. He says they took me to the mountains, took me to the sea, and I told them what's the point of being here if I can't fly back home, fly back home. He says my mother once told me she'd die before me. Now she's just a ghost in my memory. I wish she